علت چروک چی میتونه باشه؟ علت چروک میتونه ضخامت لایه شاخی پوست باشه. یعنی برای تشخیص درمان این چروک ها ما چند تا راه حل داریم. اول از همه اینه که قطعا شما با چند تا سوال ساده از مراجعه کننده که پرسیدی علت اون چروک رو بررسی کردی. اینکه دلیلش افزایش سنش بوده، کم آبی پوستش بوده، کاهش سلول های پوست، نوسازی سلولی پوستش بوده، یا اینکه لایه شاخیش ضخیم‌تر شده. حالا خود این هیالورونیک اسیدها گفتیم تو کدوم لایه بودن؟ لایه درمی پوستمون بودن. کتابایی که میتونم بهتون معرفی بکنم کتابای مثلا کتابای کازمتیک، کتابای بیوشیمیشون میتونه خیلی کمک کننده باشه، مخصوصا تو حین کار عالیه. حال خوب مشتری کارماست. این شعار مجموعه ماه. خیلی‌ها به اشتباه اینو چی میخونن؟ حال خوب مشتری کار ماست. درسته. کار ما اینه که به مشتریمون یه حال خوبی بدیم. مشتری که اینجا با استرس اومده میخواد پوستشو درمان بکنه، وظیفه من اینه در اولین مرتبه کاریم ازش بپرسم حالش چجوریه، با چی قراره حالش خوب بشه. مشتری که میاد اینجا با حال خوب از اینجا بره، میره بر من مشتری میاره، میره کلاینت معرفی میکنه. کاری میکنم که مراجعه کننده اینجا پیش من یه حس خوب بگیره، بره برای من مشتری بیاره. همین میشه کارما. کارمایی که توی کار من برمیگرده، توی زندگی من برمیگرده، برکتی که توی درآمدی که قرار از مجموعه و کارم داشته باشم برمیگرده.